من و مادر کنار دار قالی، همیشه روز و شب مشغول کاریم. در این تنها اتاق خانه باید میان باغ قالی گل بکاریم. ولی فرش اتاق ما به جز یک گلیم کهنه چیز دیگری نیست. تمام زحمت روز و شب ما خدا داند برای خانه کیست. همیشه با نخ خوشرنگ باید ببافم شاخه ها را، بوته ها را. تمام نقش قالی های ما هست پر از گل های رنگارنگ و زیبا. ولی یک روز نقشی میکشم من که شاید بهتر از هر نقش باشد. ببافم با دو دستم فرشی آن روز که نقشش خانه‌ای بی فرش